جنگ در سوریه باعث شد که اویغورها که اقلیت مسلمان چینی هستند که تحت مراقبت شدید به سر میبرند نیز به مرکز حرکت‌های جهانی جهادی‌ها کشانده شوند. اویغورها سال‌هاست که به دلیل محدودیت‌های دولت چین گذشتن از راه‌های پرمخاطره را برای رسیدن به ترکیه به جان خریده‌اند. در سالهای گذشته بسیاری از این افراد بین شبه نظامیان اویغور مقیم سوریه با رهبران میان روی اویغورهای دور از وطن در کشمکشند. اویغورهای دور از وطن ادعا می‌کنند که گروه‌های جهادی را نمی‌پذیرند. گزارشی داریم در این زمینه. حدود هزاران مرد و زن و کودک اویغور با عبور از مرزها به گروه اسلامی ترکستان TIP پیوستند. در ترکیه افراطگرایان مذهبی تعدادی از جوانان اویغور و خانواده‌های مهاجر را مورد سوء استفاده قرار می‌دهند. اولین چیزی که به ما قول دادن این بود که به محض هدایت به راه خدا پاداش جهاد رو میگیری و اگه کشته بشی شهید به حساب میای و اگه شهید بشی همیشه در بهشت زندگی خواهی کرد. علاوه بر اون به ما قول دادن که به هر شهیدی هزاران دختر بهشتی داده میشه. گروه اسلامی ترکستان با حرفای فریبنده و با استفاده از اعتقادات مذهبی به نام خدا مردم را گول میزنند. در سال 2015 گروه اسلامی ترکستان یک سری عملیات انتحاری در سوریه انجام داد. سپتامبر همان سال اویغورها در یکی از زیارتگاه‌های مرکز شهر بانکوک بمبگذاری کردند و در سال 2016 سرکرده القاعده دولت چین را اشغالگران بیخدا خواند. بسیاری از رهبران تبعید شده اویغور خشونت گروه‌های افراطی را محکوم می‌کنند و معتقدند گسترش این خشونت منجر به نابودی مردمشان می‌شود. در سالهای اخیر مهاجمین اویغور عامل کشته شدن ده‌ها غیر نظامی در یکی از ایستگاه‌های شلوغ قطار شهر کنمینگ چین شده‌اند. در میدان تیانانمن پکن به مردم حمله کردند و در خارج از ساختمان‌های دولتی و فروشگاه‌ها مواد منفجره کار گذاشتند. مقامات چینی نیز در استان سینکیانگ مقر اویغورها به این حملات واکنش نشان داده‌اند. چین در میهن ما حقی نداره. چین به ما حمله میکنه و کشورمون رو اشغال میکنه و وقتی که اویغورها سعی میکنن از خودشون دفاع کنن، چین خودش رو قربانی حملات تروریستی اعلام میکنه. به همین دلیل ما تلاش میکنیم این روش گمراه کننده را به مردممون، به خصوص کسانی که به ترکیه مهاجرت کردن، توضیح بدیم. پس از توافق ترکیه با چین برای سرکوب فعالیت شبه نظامیان، بسیاری از جهادی‌ها از بین رفته‌اند. اویغورها میگویند ترکیه امنیت مرزها را تقویت کرده و همین امر باعث سخت‌تر شدن رفت و آمدها شده. اما در حالی که ترکیه از پناهندگان اویغور استقبال می‌کند، سیستم کاغذبازی در این کشور عامل بازدارنده آنهاست. برخلاف پناهندگان سوری یا عراقی، اویغورها تحت قوانین ترکیه بیخانمان به حساب می‌آیند و اغلب قادر به دریافت مجوز کار، بیمه درمانی یا تحصیل برای فرزندان خود نیستند. روزیتا ایراندوست، صدای آمریکا.